دوستان، متاسفانه فضا و کهکشان‌ها واقعا این شکلی که ما توی عکس‌ها تا الان می‌دیدیم نیستن. نه این و نه حتی این. هیچ کدوم واقعی نیستن. همه میدونیم که عکاسی فضایی توی 80 سال گذشته خیلی پیشرفت کرده، خیلی بهتر شده. این اولین عکسیه که از فضا گرفته شده سال 1946 توی ارتفاع 100 کیلومتری، یعنی دقیقاً جایی که یه کره زمین تموم میشه و اتمسفر تموم میشه، مرز فضا و شروع شدن فضا. ولی در حال حاضر تقریباً هر ماه که میگذره عکسای جدیدی مثل این منتشر میشن، یه سری رنگای خیره کننده داخلشون داره و میگیم واو، جهان اطراف ما چقدر عجیب و زیباست. قطعاً زیباست، ولی یه مشکلی وجود داره. وقتی که تلسکوپ‌هایی مثل جیمز وب این تصاویر رو میگیرن، در واقع دارن نور رو توی طول موج‌های مختلف ثبت میکنن، از جمله فروسرخ، فرابنفش یا حتی پرتو ایکس که هیچ کدوم با چشم انسان دیده نمیشن. بعدش ناسا وارد عمل میشه و برای هر طول موج یه رنگی تعیین میکنه خودش تا ویژگی‌ها و ساختارهای خاصی از فضا رو برای بیننده که من و شما این برجسته کنه. به این فرایند میگن رنگگذاری مصنوعی یا فالس کالرینگ که باعث میشه یه جزئیاتی رو از فضا ببینیم که اگه خودمون اونجا بودیم کاملا نامرئی بودن.